آقا نصب بهسوز تموم شد رو پرشیا. بریم ازشون بپرسیم که نظرشون چی بوده، چون ماشین دومشون هست که دارن بهسوز نصب میکنن. سلام خدمتتون عزیزان دوستان. من ماشین قبلیم حالا اطلاعی نداشتم از بهسوز. خودم خیلی پیگیری این موضوع بودم که بیام برای ماشین کاری انجام بدم که هم راحت‌تر ماشین روون‌تر کار کنه و اینکه آسیب به سیلندر و موتور وارد نکنه. برای این حساب حالا ما آشنا شدیم، اومدیم با دوستانمون از شرکت بهسوز اومدیم خدمتتون. ولی ماشین قبلی رو من بهسوز اخراج کرده بودم، 1 سال 2 سال دستم بود استفاده می‌کردم و زمانی که اون موقعی که رو بهسوز گاز بود مثل بنزین کار می‌کرد، برای اینکه یا روغنش رو تمام می‌کردم رو گاز خالی بدون بهسوز گاز روغنش کار می‌کرد، خشک کار می‌کرد و صدای موتور رو متوجه می‌شدم که کاملا لمس می‌کردیم وقتی مکمل نداشت. لمس می‌کردم که صدا ماشین تغییر پیدا کرده، یه صدای بدی میومد، مثل این موتوری روغن نداشته بهش خوشکار کنه، دقیقاً مثل همین. و الانم باز